تو آدم بلند پروازی هستی. کلی رؤیای بزرگ توی سرت داری. میخوای موفق بشی و اون زندگی رو بسازی که همیشه توی ذهنت داشتی. اما یه مشکلی هست. تنبلی. کاملا میدونی باید چی کار کنی ولی انجامش نمیدی. و این باعث میشه آخر شبها یه حس بدی سراغت بیاد. چون ته دلت میدونی لیاقتت خیلی بیشتر از ایناست. این حس بد روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه جمع میشه و بعد سال نو میرسه با همون هدفهای قدیمی پارسال. ولی هنوز درست گرم نگرفتی که تنبلی یواش یواش برمیگرده و یهو میبینی دوباره برگشتی به همون چرخه همیشگی، تنبلی، عذاب وجدان، تکرار و در نهایت به خودت یه برچسب میزنی من آدم تنبلیم. اما واقعاً چطور باید این چرخه رو شکست؟ ویدیوهای زیادی تو اینترنت هستند ولی بیشترشون فقط به ظاهر قضیه میپردازند. مثلا میگن شبکه‌های اجتماعی رو حذف کن یا حواس پرتی‌هاتو کنار بذار. درسته اینا ممکنه یه مدت جواب بدن ولی اصل ماجرا یه چیز دیگه است. ریشه واقعی اهمالکاری یک کلمه است: اینرسی. توی فیزیک اینرسی یعنی اگه یه جسم بی حرکته دوست داره همون جوری بی حرکت بمونه و اگه در حال حرکته همینطور به حرکتش ادامه بده مگه اینکه یه نیروی خارجی بیاد و تغییرش بده. این قانون اول نیوتونه. ولی جالبه که دقیقاً درباره کارهای روزمره ما هم صدق میکنه. شروع کردن یه کار هر چقدر هم کوچیک باشه یه انرژی اولیه میخواد ولی ما تو ذهنمون اون شروع کردن رو خیلی بزرگ و سخت تصور میکنیم و واسه همین به جاش خودمون رو با چیزای دم دستی و لذت‌های کوتاه مدت سرگرم میکنیم. حالا راه چیه؟ اگه میخوای از اهمالکاری خلاص بشی باید اینرسی رو بشکنی. 2 روش خیلی ساده ولی مؤثر وجود داره. 1. شروع رو تا حد ممکن آسونش کن. کاری نکن شروع کردن برات ترسناک و بزرگ باشه. مثلا اگه به خودت بگی باید یه مقاله 5000 کلمه‌ای بنویسم، خب معلومه که ذهنت مقاومت میکنه. ولی اگه بگی فقط 50 کلمه مینویسم، اون وقت مغزت میگه خب این که کاری نداره و خیلی راحت‌تر میتونی شروع کنی بدون اینکه به زور انگیزه یا نظم و انضباط متکی باشی. 2. قانون 2 دقیقه‌ای. اگه حوصله کاری رو نداری به خودت بگو فقط 2 دقیقه انجامش میدی، بعد اگه خواستی ولش کن. مثلا حس تمیز کردن اتاقو نداری؟ یه آهنگ بذار تا وقتی آهنگ پخش میشه یکم تمیز کن، بعد اگه خواستی بیخیالش شو. نکته اینجاست معمولاً وقتی شروع میکنی ادامش راحت میشه. ممکنه بیشتر از 2 دقیقه ادامه بدی یا بیشتر از 50 کلمه بنویسی. چرا؟ چون وقتی یه چیزی شروع به حرکت میکنه معمولاً تو حرکت میمونه. در واقع اولش شبیه هل دادن یه توپ تو سربالاییه ولی وقتی از اون نقطه سخت اول رد میشی بقیهش سرازیریه. پس فقط کافیه اون اولین فشار کوچیک رو ایجاد کنی. یعنی انتظار زیاد از خودت نداشته باش. فقط با 2 دقیقه شروع کن. این 2 روش رو میتونی تو هر زمینه‌ای از زندگیت استفاده کنی. چه باشه رفتن به باشگاه، چه کار کردن روی پروژه شخصی، چه رسیدگی به روابط یا هر چیز دیگه‌ای که پشت گوش انداختی. همونطور که مارتین لوترکینگ گفته بود لازم نیست کل پله ها رو ببینی، فقط قدم اول رو بردار. توی کامنت ها به من بگید کدوم یکی براتون بهتر جواب داد.